به نام خدا. سلام، علیرضا نصیری خانقاه هستم، دبیر دبیرستان‌های غیردولتی مشهد و مدرس روش‌های مطالعه و برنامه‌ریزی درسی آکادمی آموزش. قبل از هر چیز آکادمی آموزش رو فالو کنید، پست رو لایک کنید و یادتون باشه کامنت بگذارید تا سریع جواب سوالاتتون بدم و بعد از اون با من همراه باشید. به نام خدا. بچه‌ها دسکتاپ صفحه مشکی رو می‌بینید دیگه، درسته؟ خب بچه‌ها نگاه کنید. اولین چیزی که من تو هفته گذشته خیلی دلم می‌خواد بهتون بگم از هفته گذشته که باهاش مشکل خوردیم اینه که شما چرا باید عکس بگیرید از جملات انگیزشی و شعار. بچه شما میدونید که چرا باید عکس بگیرین از جملات انگیزشی؟ ببین من تا حالا اینو بهتون نگفتم ولی الان چون قریب به این مرحله رسید بهتون میگم. ببینید بچه من میخواستم ذهنتون رو شرطی کنم. خب شرطی یعنی چی؟ یعنی نسبت به یک چیزی ذهنتون واکنش نشون بده. واکنش بده. حالا این واکنشه، این محرکه هر چی میتونه باشه. الان آقای قریب برای من نوشته بود که توی اینترنت که من چیکار میکنم، انقدر این جملات انگیزشیم رو بالای دفترم نوشتم که یه روز که حواسم نبود یک کتاب رو داشتم میخونم، یک کتاب درسیمو داشتم میخونم، خانه‌خواه بالای دفترم جمله انگیزشی نوشتم. یعنی این چی؟ یعنی این که به محض اینکه کتاب رو باز میکنه، چه اتفاقی میفته؟ ذهن شرطی میشه و شروع میکنه به جملات انگیزشی رو ریویو کردن. ناخودآگاه این وارد ذهنش میشه و بعد از اینکه وارد ذهنش میشه چه اتفاقی میفته؟ ذهن شروع میکنه موفقیت رو براش ساختن. موفقیت رو ساختن. ببینید دیدین تا حالا بعضی از بچه‌ها رو که تا مثلا هر چی درس میخونه نمیفهمه، تا اینکه سر کتاب گریه میکنه بعد از گریهش میفهمه، یا اینکه کتاب رو پاره میکنه بعد از اینکه کتاب پاره کرد میفهمه قضیه از چه قراره. هر چی میخونه یاد نمیگیره ولی به محض اینکه گریه میکنه یا کتاب پاره میکنه یا میگه خود من هیچی نمیفهمم خنگم فلانم، از اون لحظه به بعد که آروم شد شروع میکنه به خوندن، میفهمه درس رو و راحت درس رو میخونه و میفهمه. این آدما اینجوری هستن که وقتی که درس میخونن شرطی شدن. شرطی به چی شدن؟ به غم شرطی شده، به اعصاب خوردی شرطی شده. یعنی تا اون مرحله اعصاب خوردی روانیش نرسه این درست نمیشه. به خاطر چی؟ چون هر وقت که کتاب باز کرده با غم و درد و رنج و بدبختی کتاب باز کرده، هیچ وقت با خوشحالی یک کتاب درسیش رو باز نکرده. رو همین حسابه که دچار رنج و درد و بدبختی میشه وقتی کتابشو باز میکنه. پس در نتیجه بهتون پیشنهاد میکنم با شادی درس بخونید، خب با خوشحالی درس بخونید. به محض اینکه کتاب باز کنید خوشحال باشید، مفاهیم رو با شادی تو ذهنتون منتقل کنید. چرا با خوشحالی و شادی؟ به خاطر اینکه ذهن خودش رو آداپته میکنه برای موفقیت‌های بزرگتر. ذهن خودش رو آداپته میکنه. این موفقیت‌های بزرگتر باعث میشه که ما انگیزه بگیریم. ولی تو دفعات بعد که کتاب‌های دیگر رو باز می‌کنیم با شادی اگر این کارو بکنیم چه اتفاقی برامون میفته؟ ما مفاهیم رو بهتر یادآوری میشه، اون حس بهتر تو ذهنمون میمونه. ببین نگاه کنیم یک چیز دیگه میخوام بهتون بگم. ما یه بحثی داریم به نام مدیریت روزانه. یک بخش از مدیریت روزانه اولویت بندی. بخش دوم مدیریت روزانه خب اینه که ما چیکار بکنیم؟ چطوری افکارمون رو مدیریت کنیم. ببین گاهی وقتا یه افکار حالا شامل چی میشه؟ مثلا به محض که مثلا شروع میکنیم در روز مثلا یه مشکل ناراحتی داریم،
حالا نه ناراحتی فیزیکی، ناراحتی روحی داریم. حالا ناراحتی فیزیکی هم شامل این بحث میشه ها، ولی یه ناراحتی داره. یا مثلا این که شما بیاین چیکار بکنین، یا یه بخشی هستش که شما چه اتفاقی براتون میفته، شما مثلا استرس دارید، یا یه بخشی از مدیریت افکارتون که کی برام پیام فرستاده، کی برام پیام فرستاده. یه بخشی از مثلا مدیریت روزانه‌تون اینه که مثلا با کی قرار داری، کجا قرار داری، یا مثلا چی کاری میخوای انجام بدی. ببین اگر یک فکر غمگین، یه چیزی غمگینتون کرده، خب یه چیزی غمگینتون کرده، تو لحظه اول بهش بگین که خب من در مورد تو این ناراحتی با تو صحبت میکنم، یعنی با خودتون رو مورد خطاب بدین. من در مورد این ناراحتی صحبت میکنم ولی الان گرفتارم، برو 2 ساعت دیگه بیا. و واقعا 2 ساعت بعد که اومد در موردش با خودتون صحبت کنید، مثلا بگین آره من فلانم، این مشکل هست دیگه، یه راه حل براش پیدا میکنم. ولی اون لحظه که دارین مثلا درس میخونین یا کار دیگه انجام میدین، به خودتون صحبت کنین، بگین آقا من الان دارم درس میخونم، ناراحتی نمیذاری من کارمو بکنم، برو 2 ساعت دیگه بیا بحث میکنم. اگر استرس دارین، شما شیوه آروم کردن استرس رو یاد بگیرید. مثلا نفس عمیق بکشید 10 ثانیه مثلا، یا مثلا 5 ثانیه نفس رو حبس کنید، بعد 5 ثانیه نفس عمیق بکشید، 5 ثانیه حبس کنید، 5 ثانیه بدین بیرون. خب ببین نیا کن، من در مورد ناراحتی صحبت کردم، در مورد استرس هم گفتم، حالا کی برام پیام چی فرستاده. بچه نگاه کنید، ما 7 روز تو هفته داریم. خب گوش میکنی، 7 روز تو هفته داریم. قبل از اینکه بگم کی برام پیام چی فرستاده ها، خب ما 7 روز تو هفته داریم. خب ما 7 روز بچه تو هفته داریم. خب شنبه، خب یک شنبه، 2 3 4 5 و جمعه، درسته؟ خب بچه اگه تعداد 7 روزا متفاوته بهم بگین، اگه مثلا روز دیگه هم داریم بگین. خب بچه ما خب شنبه عموما یه روز اعصاب خورد کنیه. میدونین چرا؟ چون شروع هفته است، همه کارهای مهمشون رو میذارن چی؟ کارهای مهم رو میذارن شنبه. جمعه روز استراحته. حالا میزان استرس، خب توی این روزهای هفته، شنبه زیاده، خب یک شنبه خب کمتر از شنبه است، تا جمعه، ببخشید بهتر بگم پنجشنبه. پس تا میزان استرس ما تو هفته از این قسمت شروع میکنه به کاهش تا پنجشنبه که میشه جمعه. همه فکر میکنن روز استراحت دیگه. خب ما گفتیم قبلا روز استراحت، ولی واقعا این که آدم باید آماده بشه برای چی؟ آماده بشه برای شنبه. خب شنبه چون روز استراحته، خب شنبه چون روز ارائه کار رو همه کارشون میزنن شنبه، اغلب مردم شنبه عصبی هستن. خب پس مثلا بهتره که شنبه شما مثلا کسی رو عصبی نکنید، چون خودتون هم عصبی میشید. استرس نداشته باشین. خب شنبه استرس نداشته باشین. شنبه روزیه که نباید با کسی بحث کنین. شنبه روزیه که با کسی جدل نکنین. سعی کنین همه چی به خوبی و خوشی بگذره. همینجور که میاد استرس گفتم کمتر میشه، همینطور که استرس گفتم بهتون از این روز هفته کمتر میشه، خب میرسه روز سه‌شنبه. خب ما اغلب مثلا ما که دانش آموز هستیم میدونیم پنجشنبه هامون تعطیلیم. خب پنجشنبه تعطیل. خب داشتم چی میگفتم؟ نگاه کن بچه، پس من پنجشنبه گذاشتم چون پنجشنبه روز استراحته. عملا روز استراحت ما بچه پنجشنبه است. روزای استراحت ما پنجشنبه است.
ما روزایی که به حالت کسالت در میایم، ما اغلب سه شنبه و چهارشنبه خب به حالت کسالت در میایم. خب بعد کم کم شروع میکنیم پنجشنبه خودمون رو بازیافت میکنیم، جمعه کار عقب موندهمون انجام میدیم، میرسیم به شنبه که دوباره روز پرکار و پرتنشی. حالا مسئله از چه قرار؟ مسئله از این قراره که اگه ما در طول روز بنا به اون احساساتی که شنبه یه روز پرهیجانیه، مثلا سه شنبه چهارشنبه روز کسالت آوری، آدم دلش میخواد زودتر تموم بشه، و جمعه پنجشنبه که استراحت میکنیم ما چون پنجشنبه تعطیله، و جمعه هم که استراحت همراه با آماده کردن مطالب یا کارا برای هفته آینده، خب ما چیکار میکنیم؟ ما میایم چیکار میکنیم؟ هر روز یک سری تصمیم میگیریم برای بررسی پیاممون. حالا ببین مثلا این چطوریه. بذار من این صفحه رو پاک کنم. خب ببین بچه‌ها، ببین چطوریه. ببین ما چند تا پیام داریم. یه پیام خبری داریم. یه پیام داریم که احوال پرسیه. یه نوع پیام دیگه داریم، خب گوش میکنی، یه نوع پیام دیگه داریم خب که بهش میگیم چی؟ در دست اقدام. خب یه سری ما پیام داریم خب که این پیام مثلا بزن اینطوری بگم بچه‌ها، بزن من اینطوری بگم بهتر. ما یه سری پیام داریم خب یه سری اطلاعات رو به ما میده. خب یه سری اطلاعات رو به ما میده. یه سری پیام داریم خب که در دست اقدامه. ما یه سری پیام داریم که خب این پیام ها خب مثلا در آینده باید مثلا یک مدت زمان داره. حالا ببین بچه، اگه ما پیامی باشه که اطلاعات باشه، یعنی یه خبری رو به ما بده، خب اگر که این پیام خبری رو به ما بده، خب چه اتفاقی برامون میفته؟ کسی با ما کار داشته باشه بخواد خبری به ما بده، بالاخره اگر ما پیامش رو جواب ندیم زنگ میزنه. خب پیام مال بدیم زنگ میزنه. بعضی از دست پیاممون میایم چیکار میکنیم؟ در دست اقدام میزنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا 3 روز فرصت مثلا داریم که کار انجام بدیم. یه سری پیاممون هم مدت داره، یعنی یک شرایطی لازمه تا این شما بریم این کاری که اینجا گفتن انجام بدید. پس شما یک 3 تا تایم در روز برای پیام دادن، جواب دادن پیاماتون انتخاب کنید. صبح زود، مثلا صبح زود، برفرض ظهر و شب. پس بیایم چیکار کنیم؟ اول صبح، خب بعد ظهر، بعد شب پیاماتون رو توی یه ساعت چک کنید. یعنی ما بین این ساعت ها خب اصلا پیاماتون رو چک نکنید. خب پیاماتون چک نکنید. پیام رو که چک کردین، ایمیل ها یا پیام ها، اگه یه دفترچه یادداشت، یک صفحه از دفترچه یادداشتشون، یه تقویمی که گفتم آماده کنید، یه صفحهشو بزنین اطلاعات، خب یه صفحه دیگه شو بزنین در دست اقدام، خب یه صفحهش هم بزنین زماندار. کلا تاریخ بزنین، مثلا نوشتی مثلا 29/10، خب گوش میکنین، مثلا فرض کنین علیرضا گفته مثلا نمره مثلا 20 شده، بر فرض. خب بعد مثلا تو اینجا یادداشت کنیم، مثلا اینجا گفته در دست اقدام مثلا 18 SMS مثلا بانک رسیده، خب واریز پول. خب بعد تا مثلا اینجا تو این صفحه مثلا تا 3 روز بعد وقته. زمان دارم بنویسیم مثلا فرض کن 10 مثلا پول به شما 10 نوشته 10 باید تکالیف رو انجام بدین. خب SMS مثلا پیام SMS هم نه، پیام تکالیف اومده، 10 تکالیف رو انجام بدین. ولی مثلا باید نهم مثلا یا مثلا نهم باید برید کاغذ بخرید مثلا. این تا کاغذ نخرید نمیتونید تکالیف رو انجام بدید. اینطوری پیاماتون رو طبقه بندی بکنید.
اینجوری باعث میشه اطلاعات رو کنار هم داشته باشین. بعد خیلی از پیام‌های ما هم تبلیغاتی و یه سری اصلا ارزش نداره، فقط پیام‌هایی که مهم هستن. پس در دو بار یا 3 بار در روز پیاماتون رو جواب بدین. در غیر این صورت پیاماتون رو جواب ندین. در غیر این صورت پیاماتون رو جواب ندین. ما بین اینجا ببین آقای فرزادی هستی؟ آقای شریف بله هست. آقای فرزادی یه بازیکن تیم فوتبالی که دوست داری اسم ببر. مسی. چند تا بازی مسی رو دیدی؟ بیشتریاشو دیدم. خب پس زیاد. مثلا 10 تا. پس بیشتر خیلی. زیاد بازی های مسی رو دیدی. به نظرت مثلا مسی تا حالا دیدی زمانی که فوتبال بازی میکنه تو زمین، فوتبال بازی میکنه گوشی دستش باشه؟ نه. چرا گوشی دستش نیست به نظرت تو زمین؟ چرا تو زمین فوتبال چون دقتشو گذاشته به بردن و برنده شدن. چون تمرکزش رو گذاشته رو برنده شدن، برای همین گوشی دستش نیست. شما هم میدونید، شما هر کدوم از شما تو زندگیتون تو اون کاری که انجام میدین مثل مسی قهرمان است. پس لحظه‌ای که دارین درس میخونین واقعا گوشیتون رو بزنین کنار، چون هیچ بازیکن فوتبالی تو زمانی که داره فوتبال بازی میکنه گوشی دستش نیست. خب پس گوشیتون رو در روز 2-3 ساعت بیشتر دستتون نباشه. یعنی 2-3 ساعت که نه، روی تایم مشخص. مثلا من گوشی رو میذارم توی اتاقم، میذارم رو سایلنت، میرم مثلا 3 ساعت دیگه برمیگردم. هر کس پیام داده باشه تو 3 ساعت همونجا 10 دقیقه یا 20 دقیقه پیامش رو جواب میدم. اگر که نخواستم پیامش رو جواب بدم، یعنی پیامش جز دسته پیام اطلاعاتی بود یا در دست اقدام بود یا مثلا زماندار بود، میام تو لیستم یادداشت میکنم میگم آقا این پیام اینطوری بعد میرم. اغلب پیامی که برای من میاد همون لحظه جوابشو میدم میره. ولی یه تعداد محدودی هستش که تو لیست میذارم. حالا بچه‌ها نکته بعدی که میخوام بهتون یاد بدم اینه که شما چیکار باید بکنید. یه کار رو تو یه زمان بیشتر انجامش ندید. بچه نگاه کنید زمانی که شما چند تا کار رو انجام میدین. ببین نگاه کن، ما یه کاری داریم بهش میگیم این کار. ببین نگاه کن، ما یه الفبای انگلیسی داریم، یه الفبای فارسی داریم، یه دونم عدد. شما فرض کنید اینا کارهایی که ما در طول روز باید انجامش بدیم. خب این 3 تا کاری که در طول روز انجام بدیم. ببین من یه جدول براتون میکشم. خب کار اول، کار دوم، کار سوم. خب بچه تو خونه حتما این تمرین که میدم رو تست بکنید. ببین من زمانی که یه جدول میکشم مثلا میگم A الف 1 B 2 C P 3 D مثلا الف B P 3 خب 4 E الف B P T 3 J مثلا. ببین همینجور که میخوام بنویسم به اینجا که یعنی ذهنم رو این کار که تمرکز کرده، به محض که خارج میشم به این حرف الفا یادم میره بعد از 3 چی بود. الان مثلا من دوباره بخوام اینو شروع کنم A B C F خب 3 G چه خب مثلا 6. ببین ذهنم منحرف میشه از این که تا بیام اینجا، بعد از اینجا بیام تو این ستون، چون 3 تا کار متفاوته. حالا اگه من بیام این 3 تا کار رو اینجا بکشم، خب کار اول، کار دوم، کار سوم. حالا بگم A B C D E F G H I. خب راحت تمرکز دارم. کاری که تموم کردم گذاشتم کنار، حالا میام اینجا الف ب پ ت س ج چ ه. بعد این کار رو تموم کردم میرم سراغ بعدی 1 2 3 4 5 6 7. پس در نتیجه بچه‌ها خب
اگر کاراتون رو همزمان با یه دست 3 تا هندوانه در دارین، قطعا کف خونتون هندوانه‌ای میشه. چرا؟ چون هندوانه میریزه زمین، همه چی خراب میکنه. خب پس در نتیجه زمانی که شما میخواین درس بخونید، اول وسایل حواس پرتیتون رو بذارین کنار، مثل گوشی یه تایم بهش بدین. بگو آقا مثلا من ساعت 2 تا 3 ظهر با گوشی بازی میکنم. بعد دقیقاً این سراغش نیم. بعدم هر کاری همزمان نرین ریاضی بخونین بعد صفحه نونم برین، یا همزمان نرین مثلا ادبیات بخونین پشتبندش هم مثلا به مسائل فیزیک فکر بکنین. این کار رو واقعا اصلا ابدا نکنین. از اینکه تا اینجا ما همراه بودیم سپاسگزارم. امیدوارم مطالبی که گفتم به دستتون بخوره. یادتون نره منو فالو کنین، پست رو لایک کنین و کامنت بزنین تا در اسرع وقت جواب سوالاتتون رو بدم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم تا دفعه بعد که مطلب جدیدتر میگم در پناه حق موفق و سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.